سلام، من عرفانم و خیلی خوش اومدید به این ویدیو. تو این ویدیو قرار اخبار هفته گذشته رو با هم دیگه مرور کنیم. اولین خبری هم که قرار بهش بپردازیم اینه که بازی اینجاستیس 3 احتمالاً تو راهه، داره ساخته میشه و مثل اینکه قرار کنسول دستی ایکس باکس یه دونه سیستم داک مثل نینتندو سویچ داشته باشه. هیدو کوجیما یه فلش پر از ایده هاش برای بعد مرگش به کارکناش داده و فروش بازی The First Berserker خزن ناامید کننده بوده و بازی متل گیر سالید 2 مثل نسخه پیشرفته از بازی متل گیر سالید 5 Death Stranding 2. شرکت میکرویدز با انتشار تصویر جدید از نسخه ریمستر بازی سایبریا رونمایی کرد که عکسش هم واسهتون میذارم. هیدو کوجیما اومده گفته که توسعه بازی فیسینت حدود 5-6 سال طول میکشه و حالا قرار نیست این بازی رو ببینیم. نینتندو سویچ 2 مثل اینکه از ویژگی تبدیل متن به گفتار پشتیبانی میکنه و طراح ارشد سابق ناتی داگ اعتقاد داره که رزیدنت ایویل 4 تأثیر الهام بخشی در توسعه بازی‌های اکشن مثل آنچارتد داره. مثل اینکه به زودی قرار شاهد عرضه 2 ریمستر بازی کلاسیک از مجموعه متروید پرایم باشیم که چون نینتندو اومده علائم تتاریس رو دوباره تمدید کرده، پس میتونیم امتحان بدیم که اینا رو قرار ریمستر بشن. اونا که علائم تتاریس رو تمدید کرده بازی‌های متروید پرایم هانترز و متروید پرایم 3 کارپشن. بازیگر چسی داخل سریال بازیگر چسی توی بازی لاست آف آس پارت 2 حضور خودش داخل بازی اینترگالاکتیک هرتیک پروفیت تایید کرده و از تدابیر سختگیرانه ناتی داگ واسه لو نرفتن اطلاعات از بازی گفته. شوکی شودا اومده گفته که بازی‌های یعنی قیمت $70-80 واسه بازی‌های عالی هنوزم ناچیزه که یه مقدار بازم داره چطورت میگه، ولی خب خیلی مهم نیست. استودیو ناتی داگ اومده گفته که در کنار اینترگالاکتیک داره مثل اینکه روی بازی دیگه هم کار میکنه که معرفی نشده. استفاده از صدای هوش مصنوعی دارث ویدر داخل فورتنایت خاصیت دار شده و کلی اتفاقی عجیب واسه افتاده. چون همونطور که میدونید فورتنایت اومدن از AI استفاده کردن مثلا که دارث ویدر باتون میتونه حرف بزنه، میتونه باش حرف بزنه، اونم جواب میداد و یه سری سوء استفاده هایی دارن از این AI میکنن. سکفت هم اومده از اپیک گیمز شکایت کرده. البته اپیک گیمز هم میشه محدودیت گذاشته، اما بازیکنان تونستن کاری بکنن که دارث ویدر فوش بده و دارث ویدر این قابلیت نداره. اپیک گیمز اومده اینو واسه ممنوع کرده، یه محدودیت واسه گذاشته، ولی پلیرای رفتن گشتن چیکار کنن این فوش بده و چرا برای چی دارث ویدر فوش بده؟ حالا خیلی مهم نیست، ولش کن. دارث ویدر فوش میده. بله نینتندو قرار تو گیمز کام 2025 برگرده و نسل جدید ایکس باکس مثل اینکه قرار میزبان فروشگاه‌های استیم و اپیک گیمز باشه که فروشگاه‌های ویندوزن، روی ویندوز موجودن و اونایی که با پیسی کار میکنن از استیم و اپیک گیمز بازیاشون رو میخرن. البته اپیک گیمز کمتره ولی بیشتر از استیم هم که کامیونیتی خیلی بزرگی داره و جزو بهترین استورهای گیمینگه. ولی خب یه تریلر از بازی مایندز آی که الان دارم میذارم تصویر میبینید اومده بیرون که چرت و پرته و خیلی خسته کننده است و الکی داره تو خیابون میچرخه با ماشین. خیلی تریلر خاصی نیست، یه رانندگی تو سبا نشون میده ولی کوتاه، خیلی کوتاهه، ولی خب یه دقیقه است، ولی خب خسته کننده است. یه مقدار تو تصویر میبینید دیگه، خیلی چیز خاصی نیست و واقعا مایندز آی خیلی بهش رحم شد. یعنی ممکن بود اگه چیزی امسال عرضه میشد خیلی احتمال زیاد بود که مایندز آی موفق نشه، ولی خب چیزی تأخیر خورده و حالا ممکن موفق باشه، معلوم نیست. باید بریم چی میشه. نورمن ریدس به بازی توی فیلم Death Stranding علاقه داره
و سازنده GTA 6 دنبال همون راکستار دنبال خلق بهترین تجربه دنیای سرگرمیه که نمیتونه بهش برسه، چون هیچ بازی نیست که همه خوششون بیاد ببینه. ولی خب حالا کری پاتل کارگردان بازی اباوت اومد اعلام کرد که پس از 12 سال کار تو استودیوی ابسیدین اونجا رو ترک میکنه و به نتفلیکس مهاجرت میکنه. از این بعد داخل نتفلیکس میشه که قرار کار کنه و سازندگان ریترنال بر تعهد خودشون بر ساخت بازی تک نفره تاکید کردن و باز نسخه موبایل فاینال فانتزی 14 فقط قرار ابتدا واسه چین عرضه بشه و ریتیل هم ازش اومده که خیلی مهم نیست و اینا و مثل که هم قرار تاریخ دقیق نگفتن ولی گفتن زوان دیگه، که زوان هایی بخوایم بگیم میشه خرداد تیر امسال 1425 هم امسال. خیلی دقیق نگفتن تو چین، نمیدونم چرا فقط تو چین نه، ولی خیلی مهم نیست. گیمرها با انتخابای سختی مثل که قرار توی بازی ویچر 4 مواجه بشن و دنباله سایبرپانک 2077 توی شهر مثل شیکاگو سقوط کرده جریان داره. سامسونگ تراشه اصلی کنسول نینتندو سویچ رو تولید میکنه و بازی فاینال فانتزی 11 قرار بود مثل که سال گذشته به پایان راه خودش برسه که حیوانات طرفدار رو کار کرد که زنده بمونه هنوز. فروش بیش از 1 میلیون نسخه استلار بلید احتمال ساخت بازی رو تا پیش از سال 2026 افزایش شده، تا پیش از پایان سال 2026. ساخت انیمیشن کلاس آف کلنز توسط نتفلیکس تایید شد. نمیدونم میخوان از چیز انیمیشن بسازن ولی خب حالا مهم نیست. تریلر نهایی دیس استرندینگ 2 اومده و یه سری چیز مهم رو نشون میده و اینا و بس احلاقی آورورا یه بازی فراست پانک 2 هم تأخیر خورده. بازی لایز آف پی در سختی و حالتهای جدیدی دریافت میکنه و برنامه پلیستیشن استارز تعطیل میشه. Elder Scrolls Oblivion Remaster بیش از هر بازی دیگه تو ماه گذشته فروخته و سنوا ساگا هلبلید 2 برای PS5 ارزش تایید شد. یوبیسافت در حال ساخت یه بازی بزرگ جدید از ریمنه و شرکت سگا اومده یه تریلر جدید دوباره از شینوبی گذاشته. خیلی داره ازش تریلر میده، نمیدونم واقعا برای چی. خیلی تریلر زیاد شده جدیدن. بعد از معرفیش پشت سر هم داره هی تریلر جدید عرضه میکنه از بازی، نمیدونم واقعا برای چی. ولی خب بازی دوم دارک ایج موفق شده که بیش از 3 میلیون بازیکن رو جذب کنه و نیل راکمن اومده گفته که ممکنه لاست آف اس 3 ساخته بشه. استودیو اورا دیجیتال اومده یه تریلر جدید پخش کرده که از بازی وارهمر 40000 اسپیس مارین بولتگان 2 رونمایی کرده و توی یه سری از خبر اومده که حساب توییتر پلیستیشن سایز اعلام کرده اعلام کرده که حجم Elden Ring Night Region روی PS5 میشه حدوداً 21 گیگ و واسه PS4 هم همونه، خیلی فرقی نمیکنه. و پیشتانون این بازی هم از هفته خرداد 1404 یا 28 مه 2025 آغاز میشه. نسخه دیفینیتیو بازی وارهمر 40000 داون آف وار معرفی شده. بازی وارهمر 40000 دارک هرسی هم معرفی شده، یعنی خیلی تازه. ریمستر بازی وارهمر 40000 اسپیس مارین هم معرفی شده. کلی وارهمر جدید. البته یکی ریمستر، یکی جدید، دو تا جدیده، یکی ریمستر، یکی هم دیفینیتیو، ولی خب زیاد وارهمر. تریلر جدید ماینز آی اومده در سیستم شوتینگ بازی نشون داده. این تریلر جدید از ماینز آی اومده که سیستم تیراندازی و همون شوتینگ و سلاح‌های بازی رو نشون میده. تریلر جدید از بازی Elden Ring Night Region اومده که در کاراکتر وایلدر و استارفیلد قراره به زودی واسه PS5 معرفی و عرضه بشه. Resident Evil 9
قرار بود مثل این که چند نفره و جهانباز باشه، داره بخش چند نفره و جهانباز باشه. جهانباز مثلا من ایده جالبیه، ولی خب حالا بستگی داره کامله. و خبر آخر هم اینه که تولید فیلم الدن رینگ رسما تایید شده. فیلم الدن رینگ، نمیدونم واقعا از چیز میخوان فیلم بسازن، چجوری میخوان فیلمش کنن. مثلا فیلم ماینکرافت گفتم عجیبه، چجوری میخوان فیلمش کنن، چجوری میخوان فیلم کنن، ولی خب تایید شده و امیدوارم که فیلم خوبی باشه. خب این بود از اخبار هفته گذشته. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید. کامنت هم بذارید، نظرتون هم در اخبار بهم بگید، نظرتون درباره این چیزایی که بهتون گفتم، تریلرها و مراسم‌ها و حالا هر چیزی که هست بهم بگید. نظرتون درباره این بازی که گفتم بهم بگید، همه چی بگید و هر روی که اون پایین بود بزنید. کلا یه کانال تلگرام هم دارم، اگه خواستید اونم جوین بشید یا و تا ویدیو بعدی، خداحافظ.